شرافیدین گدویف یکی از فعالان مخالفان در خارج گفت که دادستانی هلند در رابطه با قضیه در مسکو را بوده و به تاجیکستان برده شدن او پرونده باز کرده است و تحقیق را ادامه می‌دهد. او روز 7 مارس در امستردام با خبرنگاران رادیوی آزادی خرامان بقازاده و مومین احمدی گفت در روسیه نیز وکیل میگیرد و مقامات آن کشور را نیز به چالش میکشد. من بسیار کسا رو دیدم و فعلا من نمیتونم نام آنها رو گیرم، ولی من گفتم میتونم که تفتیشاتی که در هلند شروع شده است، تفتیشات باید که شخصانی که در این جنایت بین‌المللی دست داشتن و حکومت تاجیکستان و شرکت سامان در آنها تفتیشات هلند میتواند این اعلام کند. یعنی شما آماده بودید در ذهنتون که همین گونه حالت میشود؟ من ویدیویی که گذاشته رفتم این آمادگی من در 3 حالت بود. آمادگی من در حالت دزدی، آمادگی من در حالت کشتن، آمادگی من در حالت گم شدن. شما نمیترسیدید که نه، من عموما نمیترسیدم. شما رو میکشن یا نه، من اصلا از این نمیترسیدم، به خاطری که من پیشکی وقتی که ثبت کردم ویدیویی که پیش از سفرم، من البته آماده بودم که شاید این حالت رخ دهد، چون تجربه روسیه رو همه ما تاجیکا داریم. در ادامه مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گدویف گفت بعد آنکه به دوشنبه رسیدند او را از فرودگاه به تهخانه ریاست کافتوکاب جنایی وزارت کارهای داخلی بردند. بختیار نظرов آمد 3 پیشنهاد کرد که این 3 پیشنهادش همون به مثل که چگونه که دزدیدن آوردن لطو کوب کردن با همین مانند بود که چی پیشنهاد این پیشنهاد بود که کسی نمیدونه شما در دوشنبه هستید، ما میتونیم هر اخباری که لازم است گیریم با طریق شکنجه و شما رو میکشیم. دومین پیشنهاد این که شما اگر بسیار رحم کنیم این 25 سال است و وگرنه ما زندان یک عمر میکنیم و دیگرم که همکاری میکنی و مقابل اپوزیسیا کار میکنی. شما چطور در همون لحظه ها تصمیم گرفته میتوانستید که بعد از اون برایم شاید آزاد میشوم و امکان پیدا میکنم؟ یعنی در همونجا هم فکر میکردید که شانس برای رها شدن شما هست؟ وقتی که من با گنرال ها صحبت کردم و میدونید من چی به یادم زد، اون چیزی که ایام‌الدین یکی سابق اعضای نهضت یا این پایه‌گذار اعضای نهضت میگفت اون چیز رو تکرار میکردن این گنرال ها. وقتی که اون چیز رو تکرار میکردن من فهمیدم که رژیسورای اون سناریوها اینها هستند و فهمیدم که این یک بازی است و من نقشه کشیدم که اگر که آزاد شدن من زود نشود شاید تا دوره این بازی تا دوره کنفرانس ورشاوا رود. در ورشاوا میتونم که این همین اگر رژیسور باشم با همین رژیسور میتونم من ورشاوا روم در ورشاوا اعلام کنم که من در همین قدر وقت در کدام حالت قرار داشتم. اما یک مسئله باز هم در ذهنی شاید ناظران تمام این قصه های شما میچرخد که تا کجا همپیمان های سابق شما در مخالفین در هیئت مخالفان حالا هم به شما اعتماد دارند؟ فکر نمی کنید که بعد از اون چی که گذشت، بعد از اون که شما رفتید و با روسیه صحبت کردید و از این چیزا، همین چیز به اعتماد نسبت شما تاثیر منفی میرسوند؟ نه، اصلا من همپیمانان سابق ندارم. همه همپیمانان من بودن، هستند و میمونند. هیچگاه من با همپیمانانم باور دارم، با اونهایی که من کار میکنم باور دارم، آنها با من باور دارند. من هر کاری میکنم برای وطن و ملت آینده تاجیکستان میکنم. هیچ آنها میدونند که من هیچ کاری بر ضرر نه همپیمان، نه بر ضرر نه وطن و نه ملت من نمیکنم. من هیچگاه با هیچ کس خیانت نکردم و خیانت در وجود و در خون و پوست من نیست. حالا شما خود را عضو پیمانی؟ بله، من عضو پیمان ملی تاجیکستان هستم و همزمان سابق هماهنگسازی جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستم. سابق و اعضا هستم در این گروه. خب در همین پیمان طوری ما میفهمیم چندین گروه سیاسی شامل هستند. چند گروه هستند؟ اینا چی ساختار هستند؟ هدفهای شما چی است؟ هدفهای ما اصلا این است که تاجیکستان باید یک جامعه دموکراتیک و دنیوی باشد و همه حقی برابری حقوقی داشته باشند، همه در نزد قانون برابر باشند. بینندگان عزیز، مصاحبه اختصاصی رادیوی آزادی با شرافیدین گدویف را در شکل مفصل در سامانه www.azadi.org و صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب می توانید تماشا کنید.